دیگر رو بکن، شعبه دیگری نداره. یکی بخواد دو تا ببر. آقا این چنده درشته چنده؟ سالون سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شبه. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در پنجشنبه بازار آستانه اشرفیه. امروز پنجشنبه 1 آبان ماه و ساعت حدود 10 صبح. بازار هفتگی در شهر آستانه در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برگزار میشه و از دو بخش مجزا تشکیل شده. بخش مربوط به خوراکی، پوشاک و محصولات کشاورزی که در محلی نزدیکی مرکز شهر به نام بازار بصیر معروفه برگزار میشه و بخش دیگه بازار مرغ، جوجه و پرندگان که در فاصله چند کیلومتری از این بازار در حال برگزاریه. ولاگ بازار پرندگان رو هم به زودی در کانال قرار میدیم. حال و هوای جذاب این بازار که در حال قدم زدن در اون هستیم واقعا جذاب و دوست داشتنیه و من ازش حس خوب و شادی میگیرم. حال و هوای زیبا از نظر تنوع محصولات منظورم. انشالله که همه هموطنان ما اوضاع خوبی داشته باشن و همه بتونن این محصولات رو خریداری کنن. اگر به ولاگ های دیگری از شهر آستانه اشرفی علاقه دارید به پلیلیست این شهر در کانال ما سر بزنید. از این بازار زیبا ولاگ های دیگری در این پلیلیست هم موجوده. راستی اگر به بازارگردی و شمالگردی هم علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. جای همه عزیزان سنگینی بده من چی؟ حاجی خیبت کن نه؟ بالون ریز 180 بیا 140 بود دیگه چقدر؟ 180 از میبر نمک این 2 کیلو
بله برداشتی دسته 40 تومن آقا دسته 40 اینو خوش چه نکنه علی 6 تا اینم امیجان بیا من اینجا کار دارم الان وقت پیدا میکنم حاجی ازش یه دونه تروب بخور اینم نخود ما همه چی میخریم یه دونه تروب بخور پاسپورت شروع سبزی پاک کردم دارم این خالی باش کتکتو این هم چوچا چه مازی آقا فروشگاه بیدر و پکر شعبه دیگری نداره یکی بخواد دو تا ببر آقا نیرو بده موزه نیرو بده موزه من لیمو نه فروشی هست انار 80 من ندارم چیزی هر چیزی تر نیابی ما رو زیر نکنه بده برگسی 160 انار ثواب کردی ماما دست درد نکنه بره چه بیا کلوری از انار 70 بردشن دار چون برگسی 105 زیر زمینی سیاسه
راهنمایی بکنید. این بول ما یزید فات. تو امریکا بوم داخل و داخل. دکتر بازی نکنی بره. من الان از آستانه اجنبیه اوج شب همون یک کیلوی سری آقا کیلو چند آقا؟ عجب تولی که بردی بره اینجا تقریبا بخش ماهی فروش Siampan na yung siampan. شب خورده شاید
نیاده بودیم سبزی آدم دیوونه باطیا چالشی دارد داد باطی تلفن 290 حتما بابا پنیر بخر نباتمونشی نمونه ستونشی با یکی ندیویزه ماشا همه میوه انارها به شرط ها انارها به شرط ها همه به شرط چاقو به عالی انار عالی به عالی انار عالی شال سری ببری شال سری ببری ما الهی جدید ببری شال سری های جدید چی؟ آقای الوایی آقای الوایی عادی بومی سالی پوله سالی این روغن توی این 400 Küçük ne lira? boyu harca boyu Baba برید اونجا. من چه گپ بزنم باباش کنم زال ارزونتر دارم اما داداش خواهی کنم ارزونتر بشم 300 تومانی هم دارم نه دارم
چند کیلویی؟ همه دارن پرو آقا مایه کفان بدون استخوان مایه بدون استخوان جان 350 تومن عزیز 380 تومن بنویسه مایه دریای آقا مایه دریا مایه دریا نم نخور دو واسه 350 اینم دور معروف شریف آقا هم باید ترشیجات بفرما اونو بعد منو خود بگیره خواهد نماید بیاد کارگاه بازو نداشت تازه خواست اینجا میتون بس این چنده درشته چنده؟ نه 305 این 200
اینم بادام سوخت. خسته نباشه اما وقتش جارو جهت تربیت خسته کجا بخش میکنی؟ یوتیوب یه خورده گوشم سنگینه یوتیوب اینم جارو برای تربیت بیشتر 3-4 رقم داره دستتون نرم آقا بادا بیا جلو بادا بکن بیا جلو یعنی همشه برقی شده این خیابون هم خودیه این بود سمجی نزن آجو چیزم دار ازگیل اصلا نبود ما که میگیم خنود تقریبا بازار تمام شد خسته نشد خوش 200 خود چند داشتی؟ 200 370 هر به خود چند در با خواستیم به بازار بهشت جلالی سرچ کنه اینجا پارکینگ هم داره راحت ماشین اینجا پارک می‌کنید 15000 تومان وقتی راحت این بازار خرید می‌کنید ماشین امیدوارم که لذت برده باشید حمایت فراموش نشه نزنید